خب احتمالاً که برای هممون پیش اومده که شب داریم تلاش میکنیم بخوابیم، ولی به خاطر صدای خور و پف شخصی که کنارمون خوابیده نمیتونیم بخوابیم و همینطور که از این بیخوابی و خستگی کلافه شدیم شروع میکنیم به دقت کردن به روند خواب شخصی که کنارمون خوابیده و میبینیم که لابلای این سر و صداها و صدای خور و پف توی یک بازه های زمانی این صدا قطع میشه و نه تنها این صدا قطع میشه بلکه اون شخص دیگه حتی نفس هم نمیکشه و کاملا دچار قطع تنفس شده و بعد از چند ثانیه دوباره با سر و صدای زیاد ریتم تنفسی اون شخص شروع میشه. داستان از این قراره که این مسئله فقط یه خور و پف ساده نیست و بیشتر از این که برای بقیه مزاحمت ایجاد بکنه خود اون شخص رو داره دچار مشکل میکنه. این قضیه در واقع یه بیماریه به اسم Obstructive Sleep Apnea یا در واقع قطعی تنفس در خواب به علت انسداد راه‌های هوایی و این بیماری دو تا مشکل اساسی رو برای کسی که درگیرشه ایجاد میکنه. اول اختلال خوابه. خب کسی که دائما داره دچار قطع تنفس در خواب میشه مجبوره که تا حدودی بیدار بشه و دوباره به ریتم تنفسی برگرده و این اختلال خواب دائما بیدار شدن و خوابیدن و در واقع این کمبود خواب عمیق باعث ایجاد مشکلات زیادی میشه. از جمله باعث میشه که اون شخص در طول روز دچار بیقراری و اضطراب بشه. میتونه حتی وقتی که برای مدت طولانی این اتفاق میفته اون شخص رو دچار اختلالات حافظه هم بکنه. حتی این قضیه میتونه تا جایی پیش بره که اون فرد دچار درجاتی از افسردگی هم بشه. اما مشکل جدی‌تر و مهمتر در اثر همین قطعی تنفس ایجاد میشه. وقتی که این شخص در خواب داره دچار قطع تنفس میشه در واقع ارگانهاش دارن دچار هایپوکسی میشن و بدن دائما داره تلاش میکنه که این هایپوکسی و کمبود اکسیژن رو جبران کنه. بنابراین فشار به قلب بیمار و به ریه های بیمار به شدت افزایش پیدا میکنه و به دنبال این قضیه فشار خون در شریان های ریوی افزایش پیدا میکنه. بنابراین این بیمار دچار بالا رفتن فشار در شریان های ریوی میشه. وقتی فشار روی شریان های ریوی افزایش پیدا میکنه این فشار منتقل میشه به سمت راست قلب بیمار و شخص دچار نارسایی سمت راست قلب یا همون رایت ساید هارت فیلیر هم میشه. پس میبینیم که یه خور و پف ساده و قطع تنفس در خواب میتونه از طرفی هم یک سری از مشکلات روانشناختی رو برای ما ایجاد بکنه، هم از نظر فیزیولوژی کاملا ما رو درگیر بکنه و باعث ایجاد فشار خون، نارسایی قلبی و به دنبال اون خیلی از بیماری‌ها و مشکلات قلبی عروقی دیگه مثل آترواسکلروزیس هم بشه. پس اگر خودمون یا کسی از اطرافیانمون درگیر این مشکله بهتره که جدیش بگیریم و برای حل کردن اون اقدام کنیم.